تمام فعالیت ما از عصب وابسته بوده. تارهای عصب تمام وجود ما را فرا گرفته است. وقتی که یکی از تارهای آن با سبب سوز شوند در جسم خود ناهنجاری زیاد حس می‌کنیم. تارهای عصب از ریسپتورهای به چشم عادی ناعیان عبارتند که با هم یک جایه شده تارهای عصبی نسبتاً غفص را تشکیل می‌دهند و تا هرامغز می‌رسند. کار تمام عضوهای ما توسط سیستم عصب زیر نظارت معاینه سر صورت می‌گیرد. هرامغز نماینده اساسی معاینه سر بوده اطلاعات را به تمام جسم پهن می‌نماید. بیماری را که با سبب علتیابی عصب سر می‌زنند در اصطلاح طبی نیروپاتی می‌گویند. ساختارهای نسبتاً سختی بدن، استخوان، بقوم‌ها، عصب‌ها را بین خود زیر می‌کنند که در نتیجه همون قسمت ناخوشی احساس می‌کند. اگر سری وقت این ناهنجاری معالجه نشود، آن به درد تبدیل می‌یابد. درد ناگهانی باشد، صورت گرفته، هنگام یک باره تاب دادن سر و یا به تیاری خم شدن که ما باشیم آن را رکشی گردن و یا دردمیان مینامیم، حالا آنکه در صورت ضرب خوردن عصب‌ها در داخل کانال استونمهره ساختار استونمهره تغییر یافته کس گرفتاری استئوآخوندروز می شود. مهره‌های میان استونمهره با سبب بزرگسالی و نارسایی ماده‌های غذایی تنگ می‌شوند. بنابراین استخوان‌ها به تارهای عصب می‌رسند. یک از بیماری‌هایی که در جامعه امروزه بنیاد پهن شده است و زیاد به مشاهده می‌رسد، نوابسته از سن سال که در جوانان و نورسان بسیارتر مشاهده که ویرانشوی‌های گردش خون در معاینه سر است که سبب‌هایشان بنیاد زیاد هستند و مانند سیگار کشی، می نوشی، این چونین شخصیت‌هایی که گرفتار بیماری فشار بلندی هستند و سر محل توابط‌های درست را در نزد متخصصان نمی‌گیرند، یا اینکه شخصیت‌هایی که گرفتار بیماری‌های قند هستند سر محل توابط‌های درست را نمی‌گیرند و به متخصص صاحبی مراجعت نمی‌نمایند، این سبب شده می‌تواند با ویرانشوی‌های گردش خون این چونین یک چند نمود بیماری‌های خود سیستم دل و رگ‌های خونگرد آورده می‌رساند به ویرانشوی‌های گردش خون. در معاینه سر مرکز ما در نزد شعبه بیماری‌های عصب باشد. با وجود زیادشوی بیماری‌های سیستم عصب در جامعه امروزه تشخیص‌ها برای معاینه نمودن فعالیت معاینه سر الکتروانسفالوگرافی برای بیماری‌هایی که بعد اوسیبی بسیار بیماری‌هایی که با آورده می‌رسانند به نوریدها الکترونیورومیوگرافی و برای پران نمودن و سر محل تشخیص گذاری دیگر بیماری‌های خود سیستم مرکزی عصب در نزد شعبه که کامپیوتر توموگرافی نیست تجهیزانده شده است که برای کمک نمودن طبیبان سر وقت تشخیص گذاری و توابط سهم بنیاد مهم خود را می‌رسانند. مجموع بیماری‌هایی که در سلسله عصب به مشاهده می‌رسند، علامت‌های ظاهری بیماری‌های عصب اختلال حرکت، فلج شدن دست و پا، رگ‌کشی، از کار ماندن یکی از عضوهای حسیات، اختلال اینتگراسیون می باشد. بیماری‌های عصب به دو گروه تقسیم می شوند: بیماری‌های عضوی و بیماری‌های وظیفوی. بیماری‌های ارگانیکی معاینه سر داخل می‌شوند، سکته‌های معاینه سر، التیاب‌های هر و مغز معاینه سر و شاخه‌های آن، اینچنین عصب‌های آن و اینچنین بیماری‌های ارثی و دیگر بیماران ارگانیکی سلسله عصب. قسم دومش این بیماری‌های وظیفوی سیستم عصب که اینها معمول‌ترند و در جهان حاضر بعد بیماری‌های کووید و بیماری‌هایی که در جهان پهن شده‌اند، بیماری‌های وظیفه‌ای سیستم عصب نهایت پهن شده حساب می‌شوند و اینها داخل می‌شوند ضعف عصب، عصب خستگی، افسرده خاطری و یا علائم دپرسیوی می‌گویند تقسیم می‌شوند. بعد بیماری جهانگیر کووید بسیار مردم به این بیماری مبتلا شدند و حتی طبیبان نیز به این بیماری از اون جهت که تا هنوز تا این بیماری نو محسوب می‌یافته و توابط و پیشگیری این بیماری نامعلوم بود. بسیار حتی بیماران طبیبان هم به این بیماری گرفتار شده حالت‌های فوت دیده می‌شود و این بیماری‌ها سبب‌های معین دارند. اساساً این با بیماری عصب خستگی این مثال جنجال عائلوی در جای کار، تضییق جای کار.
فعالیت عالی عصب باشد به شرایط محیط داخلی و بیرونی ارگانیسم سخت علاقمند است. خوراک کم، استراحت نامنتظم، بیماری‌های عمومی و بی‌حرکتی ممکن است کار قشر مغز سر و فعالیت عالی عصب را ویران کند. بیماری‌های عصب این میتواند که به دیگر آرزوها آورده رساند. از سببی که بیماری‌ها گوناگون هستند، یکی از بیماری‌های عصب خستگی که در بسیاری آدم‌ها به نظر نمی‌رسند، لیکن میتونند به بلند شدن فشار خون، درد سر، بی‌خوابی، وقتی که هنگام بسیار درد سر آدم در مشاهده می‌شود، میتواند به دیگر بیماری که از بیماری‌های ویرانشوی شدید گردش خون در معده سر آورده رساند، یا اینکه با میگرن و دیگر آرزوهای بیماری آورده میرساند. آدم هنگام بسیار عصبانی شدن میتواند با بلند شدن قند خون که این بسیار بیماری جدی است. البته شرایطی که آدم زندگی و کار میکند این چنین بر رفتار و حالت او تاثیر میرساند. وضع ناسازی عائله، مکتب و جای کار ممکن است باعث علت عصب گردد. آدم یا دغل، بدمعامله یا کناره‌جوی، کمگپ و از حد زیاد زودرنج می شود. همه این زندگی آدم را باز دشوارتر کرده و به قوه خود باور نمی کردگی می شود، خصوصا کودکان که سیستم مرکزی عصبشان هنوز چندان انکشاف نیافتند زودرنج می شوند. از همین سبب آنها به توجه و نیکی های دائمی کلانسال محتاجند. البته از حد زیاد با تلفن موبیلی بازی کردن کودکان نیز به عصب خستگی آنها آورده می رساند. بیماری‌های خودی عصب خستگی هستند که در عین زمان بسیارتر به مشاهده می‌رسد. با وجود بیماری‌های خودی مرکزی و اطرافی سیستم عصب، بیماری‌ها هستند که بیماری عصب خستگی به این بیماری‌ها بسیارتر عین حال کودکان هم نیز زیاد گرفتار می‌شوند. یکی از سبب‌های زیادتر کودکان به این بیماری‌ها یعنی گرفتار شدن، بسیارتر مشغول شدن با تلفن‌ها، کامپیوترها و دیگر لوازماتی که به سیستم عصبی آنها زود تاثیر منفی خود را می‌رساند. این چنین در نورسان و کلانسالان نیز عین حال بیماری‌های عصب خستگی نیز زیاد به مشاهده می‌رسد. عامل نامساعدی محیط می تواند روندهای فعالیت عالی عصب را هم به مدت کوتاه و هم دور و دراز خراب سازد. چنین ویرانشوی نه همه وقت با ضرریابی حجایره‌های عصب وابسته است. اکثرا این نتیجه کاری از حد زیاد شدتناک آنها می باشد. در عین حال جریان انگیزش و بازداری در قشر نیمکره کلان ویران شده باعث قطع‌شوی، حاصل گردیدن ریفلکس شرطی، سست‌شوی خاطرات و بیخوابی می شود. ویرانشوی فعالیت عالی عصب باعث تغییرات ناسالم فعالیت عضوهای درونی می گردد. اگر سبب‌های به وجود آورنده آنها برطرف کرده شود، روندهای ویران شده برقرار می گردد. بعضا برای آن تغییر دادن وضعیت و استراحت خوب کفایه است. نشانه های پیدایشی آنها بسیار می باشند. نشانه ها درد سر، بعضا دل به‌حضوری، پس‌شوی کیفیت، تعذیق مثل دل، احساسات ناگوار در دل و در شش و چخلی که میگویند سیستم عصبی یا سلسله عصبی انسان این همین داخلی بدن همه عضوها را تنظیم میکند. اگر بیماران فکرهای بسیار کنند، زیق شوند و ایمپولس های منفی و همه عضوها تقسیم می شود و در اون وقت پیدا می شود بیماری های وظیفه‌ای یا فونکسیونالی همه دیگر عضوها. تبابت این بیماری ها از خود آدمان وابستگی دارد. باید که در وقتش آنها به متخصص ها مراجعت نمایند، به پسیکولوگ ها، روانشناس ها، عصب شناس ها، و اگر به عصب شناس ها دیر مراجعت کنند میتونند این بیماری به بیماری های روحی مبتلا گشته به روحشناس مراجعت کنند. از این لحاظ از خود آدمان وابستگی دارد و طبابت اساسی ارزان و آسان اینا چخیلی که میگویند پیشگیری از طبابت هم ارزان هست و هم آسان. از این لحاظ به خود آدمان وابستگی دارد.
چیزهایی که به کار معاینه سر تأثیر نسبتاً منفی می‌رسانند از آنها عبارتند. اولا نارسایی خواب. متاسفانه این ظهورات امروز قریب که به یکی از پروبلم‌های گلوبالی تبدیل یافته است. ویرانشوی خواب و کم خواب رفتن به نابرابری کار قسم‌های معاینه سر باعث می‌شوند و عاقبت به ویرانشوی قابلیت فکرانی آورده می‌رساند. البته موجود نبودن مقدار معینی خواب بواسطه به قبل می‌رساند. بعداً موجود نبودن غذای سحری یعنی ناشتا نخوردن. معاینه سر در این حالت بد کار می‌کند، زیرا مقدار معینی غذا را به خود گرفته نمی‌تواند. همزمان سفیده و دیگر ماده‌ها درست جبیده نمی‌شوند که در نتیجه کار مغز سر را بد می‌گرداند. بعداً حسیات غم و هجران. در نتیجه عصبی شدن قابلیت فهمیش و درک کرده توانستن انسان پس می‌گردد. بغیر از این عصبانیت خاطره را سست می‌گرداند. استعمال داروهای ضد عصبانیت و کمخوابی نیز فعالیت مغز سر را بد می‌گرداند. این داروها خاطرات را سست کرده به حالت ناگوار آورده می‌رساند. تماکو کشی نیز این عادت بد به کار معاینه سر تأثیر منفی می‌رساند، زیرا نیکوتین در ترکیب دود تماکو بوده رگ‌های معاینه سر را ترنگ می‌کنند که این به کار مغز سر از همه جهت تأثیر بد دارد. بعداً ریجه نوشیدن نوشاکی. باید در یاد داشت که نارسایی آب در ارگانیسم به خردشوی حجم معاینه سر آورده می‌رساند و این باعث نسبتاً سست گردیدن قابلیت کاری مغز سر می‌شود. از حد زیاد قبول کردن اخبارات نیز در این حالت مغز سر معلومات بر زیاد را قبول کردن نمی‌تواند. پیشگیری این بیماری مثال چخلی که در این تاجیکستان عزیز ما یک اقلیم نهایت خوب در بهار فرض کردیم، گلگشت‌های بسیار سیر و گشت در خیابان‌ها، در هوای تازه و گوش کردن موسیقی‌های فورم، اینچنین در وقتش خوب کردن. چخلی که میگویند این خوب یکی از همه عنصرهای اساسی میباشد که برای آرام کردن سیستم عصب و بسیار واضح بعد پهن شدن کامپیوتر و تلفن‌های موبیلی جوانان تا ساعت‌های 12 یک شب با اون مشغول میشن. از این جهت از همه خوبه که انسان را چخلی گفتم این خوب راحت انسان از ساعت 10 شب تا ساعت 4 یا 5 سحر این از همه خوب اساسی حساب میشه که در این گرمان‌های مخصوص خارج میشوند که اندورفین میگویند. همین گرمان یا این ملاتونین این گرمان‌ها انسان را از این گونه بیماری‌ها ایمن می‌دارد. از روی امکان شخص باید هر روز با ورزش مشغول شود. از گیاهای شفابخش از قبیل پودینه، جنبیلک، سنبولک، قاقو که دارای ویتامین‌های زیادند استفاده برند. گردش در هوای تازه 15-20 دقیقه پیش از خواب، تازه کردن هوای خانه، استعمال درست خوراک، استفاده نه چندان زیاد تجهیزات دارای میدان مغناطیسی از جمله تلفن و کامپیوتر به سلامتی منفعت بخش است.